مهمانان ما هنوز همراه ما هستن. اجازه بدید از خانم غفار بپرسم. من از صحبت‌های شما متوجه شدم که شما چندان به حکومت فعلی افغانستان هم دلبسته نیستید و معتقدید که کاری از پیش نمیتونه ببره. اما راه حل شما چیه؟ اگر که آمریکایی‌ها در افغانستان نمانند، چه کسی الان میتونه امنیت رو برقرار بکنه؟ من میگم به نفع مردم افغانستان است که هرچی عاجلتر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شود. شاید در کوتاه مدت مشکلات باشه، اما در طولانی مدت این به نفع مردم افغانستان است، به خاطر که حداقل افغانستان دیگه میدان شطرنج بازی ابرقدرتانه می باشه. این مافیای حاکمی که 30 سال تمام به سر مردم ما تحمیل شدن، دستشان از سرنوشت مردم ما کوتاه میشه. فساد و فقر بدبختی ما مطمئن هستیم به مراتب کمتر میشه و حداقل ممکنه جای خود به دولت دموکراتیک میته و حقوق زن تامین میشه. بله، عملی وقت میشه که اگر ما یک دولت، چون الان با عملی زمانی که ما یک دولت دموکراتیک، یک دولت منتخب داشته باشیم، دولت پوشالی نباشه، امنیت هم آورده میتونه، صلح هم به مردم افغانستان آورده میتونه، رفاه و آسایش هم به مردم افغانستان میاد، حتی از لحاظ اقتصادی میتونه افغانستان پیشرفت کنه. امروز ما از 4 طرف مورد محاصره هستیم، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ نظامی، نه از لحاظ سیاسی استقلال نداریم. بنابراین ما چطور میتونیم از این رقم یک حکومت امیدوار باشیم؟ ما از این فرصت استفاده کرده فقط میخوایم به یک جمله بپردازم که اینا بسیار دل خوش نکنن که امریکا به ضد پاکستان بسیار موضع‌گیری کرده. من میگم به خاطر به ضد پاکستان موضع‌گیری کرده یا به ضد طالب موضع‌گیری میکنه که پاکستان امروز زیادتر به چین و روسیه نزدیک شده. حتی روسیه میآید تمرینات نظامی به پاکستان میده. پاکستان تجارت خود با چین شروع کرده و امریکا این چیز نمیخواد. به این خاطر است که فشار سر پاکستان میآید و طالبای را در افغانستان شاید بخواد بزنه که ایران تربیه کرده، روسیه تربیه کرده، چین تربیه کرده، بیشتری طالبا رو میخوای بزنه، نه که به خاطر نفع مردم افغانستان است. و دیگه دوست ما که در امریکا شش شاید زندگی بسیار آرام رو در امریکا داشته باشه که نمیخوای از دست بته مدافع قدر و بلندگوی امریکا شده. من میگم باید ببینید توطئه نیست. خود ترامپ در انتخابات من میگم باید بشنون. ترامپ در کمپانای انتخاباتی خود نگفت که داعش، دقیقاً اوباما بود که داعش ساخته. خود خانم کلینتون نگفت که ما مؤسسین داعش بودیم. ادوارد اسنودن ایرا افشان نساخت که گفت امریکا و انگلستان و اسرائیل مؤسسین و تمویل کننده های استی داعش است. من میگم اسناد کافی وجود داره و از درون خود امریکا از مقاماتش مسائل افشا ساخته که ما دقت و ایرا مؤسسین این گروه های توریستی بودیم و اینا حیات خود در تربیه اینا و گروه های توریستی در تمویل ازنا میبینه تا از طریق ازنا بتانه برسه به امو کبر قدرت میخوای شو یا به امو جهان مشاهیر خود برسه. ما نظر آقای مجیدیار رو هم بپرسیم چون شما صحبتاتون طولانی شد. آقای مجیدیار، صحبت